سلام. داد و فریاد و امدادخواهی مهاجر تاجیک در روسیه، گریز و آشیانه 25 بینو از ترس میلیسا، قطار ماشین‌ها و فریاد رانندگان در دوشنبه و نظرهای تاجیکان به اعتراضهای ایران از موضوعهای برنامه امروز است. اول از ویدیوهای شما آغاز می‌کنیم. Человеку плохо. مؤلف ویدیو به رادیو آزادی نوشت که این جوان تاجیک را اول همین ماه نوامبر افسران پلیس روسیه در شهر کراسنودار با وجود مخالفت و اعتراض زیاد اطرافیان دستگیر کردند و بعداً برای اقامت غیر قانونی در روسیه به تاجیکستان راندند و یا اخراج کردند. ویدیو جالبی دیگری که مهاجر دیگری تاجیک از روسیه فرستاد باز هم درباره مهاجران است که فعالانه به ما ویدیو میفرستند. خود این مهاجر میگوید که از ترس میلیسای روسیه به کجا گریخت. همین شهر یکترینبورگ همونسا آمدگیم آدما را جمع کرده برده استیم. ما 25 ایتاژ برآمدیم و همون بالا ما گریختیم 25 ایتاژ برآمدیم در اینجا بجا شدگی شدم داریم که کای میرفته باشم. خدا الهی محول مهاجر را نقص کنه، در پناهش نگاه دارم. حرکی مهاجر را خدا خودش نگاه دارم. از مسکو روسیه برمیگردیم و میرویم به دوشنبه. صبح روز 21 نوامبر در یکی از کوچه‌های پایتخت تاجیکستان. در اینجا به سبب رعایت نکردن قاعده‌های حرکت و شتابی رانندگان همه در ماندند و به یکدیگر اعتراض میکنند و داد و فریاد میکشند تا راه خالی شود و هر یک به جای لازمی برسند. ادامه برنامه هم درباره اعتراض است و نظر تاجیکان به اعتراضها در ایران که به سبب گران شدن قیمت بنزین سر زد و در ده‌ها شهر ایران پهن شد. زیر گزارش در این باره در وبسایت رادیو آزادی چندین نفر شرح گذاشتند و از جمله کاربر با نام سریم ساق که با کنایه گفته است: خند زند مردم تاجیک به همه سختی‌ها تاب‌آور و اطاعتکار است. نان قاق و آب بیابند شکر میکنند. چقدر فشار و ظلم که به آنها نکنند صبر میکنند. پشت به پشت این قوم آدمیزاد را از اول ترساندند که سرش را بالا نبردارد. کاربر دیگری با نام حقیقت در وبسایت ما نوشته است: چون این تظاهرات باید برای حکومت ما هم درس شود، چون که زندگی روز به روز آنقدر مشکل می شود که مردم از حکومتداران می نالند. سبب تظاهرات بالاروی نرخ بنزین است و اگر نرخ‌ها در تاجیکستان همین گونه بالا رود تاجیک خاموش نمی ایستد. تاجیکستان هم در وبسایت azadi.org نوشته است: نه ملا نه دیگر و دیگر تا آندمی که مردم از او و سیاست‌هایش راضی است از این بیش نباید سر قدرت باشد. هر زمانی که مردم به او گفتند رو ما از سیاستت راضی نیستیم، پیش روی رهبر دو راه می‌ایستد: یا اصلاحات و یا استعفا. شما هم اگر نظری دارید پس در سایت اینترنتی azadi.org نویسید یا با تلفنی که می‌بینید بفرستید. همین تلفن برای ویدیو و عکس و خبرها نیز هست. واتساپ، تلگرام، وایبر و ایما هم داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.